سلام بچه ها، اومدیم بازی جی تی ای بنازم. خب اینجا داشت فرانکلین ما داریم. امروز قراره بریم براتون 3 تا مرحله‌اش انجام بدیم. یعنی یه مرحلهش که همون دزدی از همون جواهر فروشی هست، 2 مرحلهش هم که برای تروره. بابام خب باید شروع کنیم کم کم بازی رو. خب بریم سراغ ویدیو دیگه. بریم سراغ بازی. یه 2 دقیقه دیگه اگه صبر کنیم برامون میاره. من یه فکری داخل نظرمه که بیام برای خودم یه دونه ماشین چیز بسازم، شبیه سازی برای همین بازی. براتون الان ویدیوشو میفرستم یا همون آپلود میکنم داخل چیز. حالا بذارید یه کاری کنم راحت تره. خب ما شروع میکنیم. بیاریم پیش لسه. بریم. آهنگ رو بذار قطع کنم. حالا بریم آقا. من کامنت های ویدیوی قبلی رو ندیدم. حالا اگه میتونید برای این ویدیو چند تا کامنت بذارید. بچه ولی واقعا حساب نیست. یوتیوبرهایی که خیلی دارن، مثلا علی اکسترات و علی گریزی، اینا خیلی فالوور دارن. منی که البته یه ماهیه باز دارم برای شما ویدیو میذارم، یه لایک نمیگیره ویدیوم. حالا میدونم شاید الان بعضیاتون بگین خب مگه چی شده و فلان و بیسان. آقا ولی من واقعا دوست دارم. آقا تا الان هیچ پولی در نیاوردم این یوتیوب. نگاه کنید میتونید چیز کنید دیگه. امروز اگه میشه یه چند تا فالوور جدید به من برسه خیلی خوشحال میشم. بلگرم بچه اگه این ویدیو به 1000 تا لایک، امروز رو دیگه قرار بهتون لایک بگیرم، این ویدیو به 1000 تا لایک برسه، اون رقص اسپید بود یا آهنگ داشت، اونو میخوام براتون برم با همراه با آهنگش براتون ویدیو شالا میذارم. حالا اگه این ویدیو به 1000 تا لایک برسه، اون رقص معروف اسپیدو براتون میخوام برم. اگر ویدیو به 2000 تا برسه 2 تا از همون ویدیو براتون میذارم. اگه به 3000 تا برسه دیگه راحت شدیم دیگه. براتون ویدیوهای خفن و سرگرم کننده بیشتری میذارم. بعضی ها میدونم الان خیلی اسکوید گیم رو دوست دارم، براشون چند تا ویدیو اسکوید گیم بذارم. حالا ما بریم میشه لسه رو ببینیم مثلا جوابمون رو میده. ای خدا لعنتش کنم. سلکوید یه چیت خوشگل میخوام براتون بزنم. بذارید یه چیت براتون بزنم. 1 3 تا 9 7 5 9 3 2 5 5. این یه چیز خیلی این یه چیت باحاله. نگوید
ما اینطوری میتونیم سفر کنیم دیگه. دن قرار این رنگی بود که حالا رقص معروف اسپید بهش میگفتن. با آهنگ رقص معروف اسپید که براتون گفتم اگه ویدیو به 2000 یا 1000 تا لایک برسه براتون ویدیوشو میگیرم، چون حفظم من چیزشو رقصشو الان فقط نمیتونم. ولی اگر بچه این ویدیو به 5000 تا لایک برسه یه ویدیو میگیرم که باهاش قراره با خودم درگیرشم و حل بلایی که دلم میخواد سر خودم میارم. حالا من حالا ویدیو رو استوب میکنم برای کارام. خدا فیز تا ویدیوی بعدی که البته حالا ویدیو رو قراره با هم دیگه وصل کنیم. خب بچه ها ما اومدیم اینجا دوباره فقط دوباره الان باید وایسیم تا صبح بشه. ساعت چنده؟ ساعت 11 هستش. ما باید تا 1 یا 2 اینا اینجا صبر کنیم. یا میتونم برم بخوابم برای فردا بیام. بذار دیشم به فرانک باشم فرانکین خودم خوابم میاد. نه فرانکین باشم فرانکین اومده اینجا دختر بازی. بودو فرانکین من موتور تو میخوام بزن به اوه چه مشکله ماشینت بپر پایین. حالا بریم تا صبح بالا یه کارایی من مجبورم بکنم این شکلی. من با کل سرعتی که دارم نداری اینجا یه زمین بگم میکنم. آقا بین بیرتن ترتن ترتن بین حالا اینجا یه دونه باشه وقتی پارک صافه بفرمایید از یه پارک خوشگل است. خوش بزنم لسه رو با کله وارد میشود مایکل. خب بچه ها پارت دوم ویدیو براتون شاید فردا یا پس فردا شاید براتون بذارمش. خدافظ.